سلام خدمت استاد و همه دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. ارائه‌ای که من امروز دارم راجع به یک پژوهش هست تحت عنوان بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط یا SME ها که توسط خانم ها جونز و رولری سال 2011 انجام شده. این مقاله به این سوال میپردازه که بازاریابی تو کسب و کارهای کوچیک واقعا چطور اتفاق میافته و آیا چارچوب‌های کلاسیک بازاریابی که توی دانشگاه‌ها و جاهای آکادمیک وجود داره میتونه این واقعیت رو به درستی بیان بکنه یا نه. یه نکته مهمی که باید راجع به این مقاله بگم اینه که این مقاله مفهومیه و هدفش اینه که بیاد یک چارچوب تحلیلی برای فهم بهتر بازاریابی توی SME ها ارائه بده و هدفش این نیستش که نتایج آماری بده یا هیچ آزمون تجربی اتفاق نیفتاده و منم قصد دارم توی این ارائه اول بیام یک زمینه سازی مفهومی انجام بدم، بعد بیام ایده اصلی مقاله رو توضیحش بدم و در نهایت مدل پیشنهادی که نویسنده ها توی این مقاله ارائه دادن رو بررسی بکنم. قبل از اینکه وارد خود مقاله بشم لازم میدونم که یه زمینه سازی بکنم، چون استدلال اصلی مقاله اصلا روی همین موضوع سواره. اولین نکته‌ای که باید بگم اینه که کسب و کارهای کوچیک و متوسط یا همون SME ها از نظر ساختار و منطق تصمیم گیری یه تفاوت خیلی بزرگی با شرکت ها یا اون شرکت های بزرگ و سازمان هایی که معمولا میاد تو ذهن ما دارن. ما معمولا وقتی که از بازاریابی صحبت میکنیم ناخودآگاه شرکت های بزرگ رو تصور میکنیم، سازمان هایی که مثلا دپارتمان های مختلف دارن مثل دپارتمان بازاریابی، یه بودجه مشخصی دارن، برنامه‌ریزی های رسمی دارن، اما تو واقعیت SME ها این چیزها رو ندارن. برای مثال من خودم به عنوان سهامدار یک پلتفرم مشاوره روانشناسی به نام روانگشا که شاید اسمش هم شنیده باشید که یه SME حساب میشه، اصلا این چیزایی که توی بازاریابی کلاسیک وجود داره واقعا اصلا معنا پیدا نمیکنه توی کسب و کار ما. ما دو تا شریکیم که میشینیم و کار همه این دپارتمان ها رو انجام میدیم و متناسب با اون بازخوردی که از رفتار مشتری یا بهتره بگم مراجعینمون میبینیم شروع میکنیم تصمیم گیری. واقعا هم SME ها همینه. SME ها تمام این کاراشون توسط خود مالک یا اون مدیرا انجام میشه و اینها بخشی از فعالیت روزمره‌ای هستش که توی اون کسب و کارها اتفاق میفته و واحدهای مستقلی ندارن. به همین علت هم هستش که تصمیم‌های بازاریابی SME ها بر اساس تجربه شخصیشون و اون ارتباط مستقیمی که با مشتری دارن یا اون فرصت‌هایی که تشخیص میدن گرفته میشه. همین تفاوته و همین متفاوت بودن بین SME ها و سازمان های بزرگ هستش که اون چارچوب های کلاسیک بازاریابی رو برای اینها مناسب ندیده این مقاله و میگه که نمیشه اون چارچوب های کلاسیک بازاریابی رو ما بیایم بدون تغییر وارد فضای SME ها بکنیم. این چارچوب ها معمولاً اینجوری فرض میکنن که سازمان منابع کافی، زمان، اون داده های مورد نیاز و ساختار رسمی رو داره، در حالی که SME ها معمولاً با محدودیت منابع، عدم قطعیت بالا و حتی فشار زمانی مواجه هستن که من خودم شخصاً تمام این محدودیت ها رو باهاش دست و پنجه نرم کردم. بنابراین مسئله این نیستش که SME ها بد بازاریابی میکنن، بلکه مسئله اینه که ابزارهای تحلیلی ما همیشه متناسب با واقعیت‌هایی که یک SME باهاش روبرو هستش طراحی نشده. دقیقاً در واکنش به همین شکاف بوده که مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در ادبیات علمی مطرح میشه. این رویکرد تلاش میکنه که بازاریابی رو نه فقط به عنوان یک فرایند برنامه‌ریزی شده،
بلکه به عنوان یک رفتار فرصت محور، به عنوان یک رفتار خلاقانه و تا حدی هم ریسک پذیر بیاد توضیح بده. مقاله‌ای که قرار من ارائه بکنم دقیقاً روی همین نقطه متمرکز شده. تلاش میکنه که نشون بده برای فهم بازاریابی توی SME ها باید فراتر از بازاریابی کلاسیک فکر بکنیم و ما نیاز به کارآفرینی و نوآوری بیشتری داریم و باید به اینها بیشتر توجه بکنیم. حالا که این زمینه سازی مفهومی رو انجام دادیم، میتونیم که دقیق تر این مقاله رو بررسی بکنیم که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه بحث این مقاله رو بهتر بفهمیم و دقیق تر درکش بکنیم، لازمه که اول بیایم روشن بکنیم که وقتی نویسنده ها دارن از SME صحبت میکنن اصلا منظورشون چیه. SME مخفف Small and Medium Sized Enterprises هستش یا کسب و کارهای کوچیک و متوسط، یعنی معنیش این میشه. البته اگر ما بخوایم تعریف دقیق SME رو بررسی بکنیم باید بدونیم که توی کشورها و نهادهای مختلف کمی با همدیگه فرق میکنه، اما توی ادبیات علمی معمولاً معیار اصلی ما اندازه سازمان هستش، یعنی از نظر تعداد کارکنان و اون سطح منابعی که داره. اما چیزی که توی این مقاله براش مهم بوده فقط تعداد کارکنان نبوده، بلکه این مقاله بیشتر به این موضوع اومده اهمیت داده، به ویژگی های ساختاری SME ها. نویسنده ها توی این مقاله تاکید کردن که SME ها معمولا ساختار ساده تری دارن. اون سلسله مراتب مدیریت پیچیده‌ای که توی شرکت های بزرگ وجود داره توی SME ها نیستش و تصمیم گیری ها توی SME ها معمولا متمرکز تره. از چه جهت؟ از این جهت که معمولا توسط همون مالک مدیرها انجام میشه و اونا هستن که نقش پررنگ رو توی مدیریت و تصمیم گیری این کسب و کارها در واقع ایفا میکنن. توی خیلی از SME ها معمولاً کسی که مالک کسب و کار یا به عنوان سهامدار توش شناخته میشه همزمان مدیرش هم هست و اون تصمیم گیری های کلیدی، حالا میخواد چه تو زمینه تصمیم های بازاریابی باشه یا تصمیم های مدیریتی دیگه، مستقیما توسط همین افراد گرفته میشه. این موضوع خیلی مهمه چون باعث میشه که اولا تصمیم گیری ها خیلی سریع گرفته بشه، اما در عین حال بیشتر تحت تاثیر تجربه شخصی یا مثلا قضاوت های فردی و برداشت های ذهنی همین افراده. به همین دلیل هم هستش که بازاریابی توی SME ها کمتر رسمیت پیدا میکنه و مستندسازی کمتری از اونا انجام میشه. بیشتر بر پایه تعامل مستقیمی هستش که این کسب و کارها با مشتری دارن و اون شناخت محلی هستش که از بازار دارن و اون چیزهایی هستش که در عمل یاد گرفتن، یعنی بر حسب تجربه و برخورد با بازار و رفتار مراجعین و مشتریای خودشون در واقع اومدن ارزیابی کردن. پس یادمون باشه از این به بعد توی مقاله هر وقت که ما از SME صحبت کردیم منظورمون صرفاً یک شرکت کوچیک نیست. حالا ممکنه یک شرکتی باشه که از نظر تعداد کارمندها و منابع اتفاقاً بزرگ محسوب بشه، اما ویژگیش اینه که توسط همون مالک مدیرها براش تصمیم گیری میشه. حالا که مشخص کردیم تعریف SME توی این مقاله چیه، سوال بعدی اینه که چرا بازاریابی توی این نوع کسب و کارها با شرکت‌های بزرگ فرق داره؟ اولین دلیل مهم همون نبود دپارتمان رسمی بازاریابی هسته. توی بسیاری از این کسب و کارهای کوچک یا متوسط ما اصلا واحدی به اسم بازاریابی نداریم. اگر هم فعالیت بازاریابی داره توی این SME ها انجام میشه معمولا توسط خود مدیر یا مالک اون داره انجام میشه. دلیل دوم شیوه تصمیم گیری توی SME ها هستش. تصمیم ها معمولا توی این کسب و کارها اغلب سریع انجام میشه، شهودی انجام میشه و معمولا مبتنی بر اون تجربه شخصی گرفته شده هستش و بر اساس تحقیقات بازار گسترده یا مثلا برنامه‌ریزی‌های بلند مدت
این مواردی که توی کسب و کارهای بزرگ اتفاق میفته توی SME ها واقعا شکل نمیگیره. حالا این نوع تصمیم گیری ممکنه که از بیرون خیلی غیر حرفه‌ای به نظر برسه. مثلا یه آدم آکادمیک یا کسی که توی دانشگاه اومده کتاب‌های بازاریابی رو خونده به قطعیت شاید بگه که چقدر مثلا این غیر حرفه‌ایه. اما اتفاقا این مقاله اومده که تأکید کرده که توی محیط‌هایی که بر مبنای عدم قطعیت شکل گرفته اتفاقا این سرعت و این انعطاف میتونه یه مزیت رقابتی باشه. و عامل سوم ارتباط مستقیم و نزدیک با مشتریه. توی SME ها معمولا فاصله بین مشتری و تصمیم گیرنده خب خیلی کمتر از شرکت های بزرگه. بازخوردهایی که مشتری میده خیلی سریع منتقل میشه به مدیرها و مالکها و میتونه مستقیما روی محصول، روی قیمت یا حتی شیوه ارائه اثر بذاره. و در نهایت ما چیزی که میخوایم اینجا توضیح بدیم محدودیت منابع هستش. SME ها معمولا با محدودیت مواجه هستند، با محدودیت مالی، با محدودیت منابع انسانی و حتی محدودیت زمانی. و همین محدودیت ها هستش که باعث میشه اونا نتونن از ابزارهایی که حالا یه مقدار رسمی تر هستن، پرهزینه تر هستن، از اینا استفاده بکنن. مقاله اومده استدلال کرده که مجموع این عوامل همشون دست به دست هم دادن و باعث شدن بازاریابی توی SME ها بیشتر مبتنی بر عمل باشه، بیشتر مبتنی بر تجربه و یادگیری در حین اجرا باشه، تا اینکه بیاد از چارچوب‌های رسمی و کلاسیک که توی دانشگاه‌ها تدریس میشه بیاد پیروی بکنه. این تفاوت‌ها زمینه‌ای رو ایجاد میکنه که بفهمیم اصلاً چرا نظریه‌های کلاسیک بازاریابی همیشه برای SME ها جواب نمیدن. و توی اسلاید بعدی حالا به این موضوع میپردازم. با توجه به تفاوت‌های SME ها و شرکت‌های بزرگ که توی اسلایدهای قبلی گفتیم، حالا میتونیم بفهمیم که چرا نویسندگان این مقاله نسبت به نظریه‌های کلاسیک بازاریابی یه نگاه انتقادی دارن. حقیقت اینه که بخش زیادی از نظریه‌ها و مدل‌های بازاریابی کلاسیک اساساً برای شرکت‌های بزرگ اومدن طراحی شدن. شرکت هایی که ساختار رسمی دارن، منابعشون قابل توجهه و توی اونا نقش های سازمانی مشخص وجود داره. این مدل‌ها معمولاً بر پایه برنامه‌ریزی بلند مدت، تحقیقات بازار رسمی یا حتی مثلا فرآیندهای ساختار یافته بنا شده. توی چنین مدل‌هایی فرض میشه که سازمان میتونه زمان، هزینه، نیروی انسانی، اینها رو به صورت قابل توجهی به فعالیت‌های بازاریابی خودش اختصاص بده. اما مسئله اصلی اینجایه که این فرض‌ها توی SME ها اصلاً برقرار نمیشه. کسب و کارهای کوچیک نه بودجه تحقیقات خیلی گسترده‌ای دارن، نه اصلا زمان کافی برای برنامه‌ریزی‌های خیلی کلاسیک و پیچیده دارن و نه ساختار سازمانی دارن که بشه این مدل‌های پیش‌فرض رو توشون به نوعی پیاده سازی کرد. به همین دلیلم بوده که وقتی نظریه‌های کلاسیک رو ما بیایم بدون اینکه با فضای SME ها تطبیق بدیم، خب طبیعتا نمیتونیم به درستی هم اجراشون بکنیم. یا تصویر غیر واقعی مثلا ما بیایم از رفتار بازاریابی این کسب و کارها ارائه بدیم. تأکید این مقاله روی اینه که بابا جان اصلا مشکل از SME نیستش، مشکل از کسب و کارهای کوچیک و متوسط نیستش. مشکل اینه که ما یه سری چارچوب‌های تحلیلی داریم که با واقعیت تصمیم گیری و عملی که توی SME ها در جریان اصلا همخوانی نداره. اینجاست که نویسنده های این مقاله اومدن اینجوری نتیجه گیری کردن که اگر بخوایم بازاریابی SME ها رو درست تحلیل بکنیم، نباید بیایم اون مدل های کلاسیکی که توی تصورات و آموخته های قبلی ما هست رو به اینا بیایم
تحمیل بکنیم، بلکه ما باید دنبال چارچوب هایی باشیم که با منطق واقعی این کسب و کارها سازگارتره و بر مبنای همین استدلال اومده یه مسیر تازه‌ای رو برای معرفی مفهومی با نام بازاریابی کارآفرینانه باز کرده که حالا توی اسلاید بعدی مفصل میگمش. حالا که اومدیم محدودیت‌های بازاریابی کلاسیک برای SME ها رو دیدیم، مقاله اومده اون مفهوم خودش رو، اون مفهوم محوری خودش با عنوان بازاریابی کارآفرینانه رو معرفی کرده. بازاریابی کارآفرینانه یه تلاشی بوده برای توضیح این که بابا جان، بازاریابی توی عمل مخصوصاً برای SME ها واقعاً یه طور دیگه ای باید اتفاق بیفته. توی این رویکرد بازاریابی فقط یه برنامه ریزی از پیش طراحی شده نمیتونه باشه، بلکه باید یه رفتار پویا و فرصت محورانه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مدیر یا کارآفرین باید مدام در حال شناسایی فرصت‌ها باشه و بر اساس شرایط بازار بیاد تصمیم بگیره. یکی از ویژگی‌های مهم این نوع بازاریابی وجود خلاقیته. SME ها معمولاً منابع زیادی ندارن، پس نمیتونن بیان به بودجه های بزرگ تبلیغاتی مثلا تکیه بکنن. باید از راه حل های خلاقانه استفاده بکنن، راه حل هایی که ممکن اصلا غیر رسمی باشه و توی کتاب های آکادمیک نیومده باشه. ویژگی بعدی که میتونیم راجبش صحبت بکنیم ریسک پذیریه. تصمیم های بازاریابی توی SME ها بیشتر بر اساس عدم قطعیته و کارآفرین و صاحب اون کسب و کار خیلی وقتا ناچار میشه بدون اطلاعات کافی بیاد تصمیم بگیره. مقاله تاکید میکنه که این ریسک پذیری بخشی از ذات بازاریابی توی SME ها هستش و در نهایت چیزی که ازش صحبت کرده تعامل نزدیک با مشتریه. توی بازاریابی کارآفرینانه مشتری فقط هدف بازاریابی نیستش، بلکه یه منبع یادگیریه، بلکه همراه با ایده است، حتی نوآوری رو وارد اون کسب و کار میکنه. ارتباط مستقیمی که با مشتری توی SME ها وجود داره این اجازه رو به ما میده که اونا سریعتر یاد بگیرن، سریعتر خودشون رو بیان با شرایط تطبیق بدن. نویسنده های این مقاله اومدن اینجوری استدلال کردن که مجموع این ویژگی ها یه تصویر واقع بینانه تری از بازاریابی توی کسب و کارهای کوچیک ارائه میده و بر پایه همین 4 تا موضوع اومده یک مدل مفهومی رو معرفی کرده که حالا در ادامه میگم خدمتتون. توی این اسلاید میخوایم راجع به شکاف پژوهشی مقاله صحبت بکنیم، یعنی به این سوال بیایم جواب بدیم که اصلا این مقاله قراره چه مشکلی رو حل بکنه. نویسنده های این مقاله میگن که توی بیشتر پژوهش هایی که قبلا انجام شده وقتی درباره بازاریابی توی SME ها صحبت شده تمرکز اصلی روی چیزی بوده به اسم مارکت اورینتیشن، به فارسی یعنی یه جورایی شناخت بازار و رقبا. نویسندان نمیگن که این نگاه بد بوده، اما میگن که این نگاه کامل نیستش، چون اگر به واقعیت SME ها نگاه بکنیم میبینیم بازاریابی فقط شناخت بازار نیستش. توی کسب و کارهای کوچیک و متوسط همونطور که گفتیم تصمیم‌های بازاریابی خیلی وقتها به رفتار خود کارآفرین گره خورده، به این که چقدر ریسک میکنه، چقدر سریع عمل میکنه و چقدر اهل امتحان کردن ایده های جدیده. از طرف دیگه نقش نوآوری و ارتباط نزدیکی که باید با مشتری وجود داشته باشه معمولاً توی پژوهش‌های قبلی
کمتر از واقعیت دیده شده یا جدا از بحث بازاریابی بررسی شده. حرف حساب نویسنده ها اینه که این جدا دیدن ها یا این تمایز قائل شدن ها با واقعیتی که یک SME باهاش روبروه اصلا جور در نمیاد. بازارگرایی، کارآفرینی، اون عملی که باید انجام بشه، اون نوآوری که باید اتفاق بیفته و اون رابطه‌ای که با مشتری قرار شکل بگیره، واقعیت اینه که همزمان اتفاق میفته. پس شکاف اصلی اینه که ما یک مدل یک پارچه نداریم که همه اینها رو بیاد با هم دیگه ببینه. این مقاله دقیقاً برای پر کردن همین جای خالی نوشته شده. با توجه به اینکه توی اسلاید قبلی گفتیم که شکاف اصلی چی بوده، حالا میخوایم مشخص بکنیم که هدف نویسنده ها از نوشتن این مقاله چیه. هدف اصلی مقاله این نیست که بیاد بگه کدوم اسمی موفقه یا مثلا کدوم ناموفقه، یا اینکه مثلا بیاد داده یا آماری جمع بکنه و یا مثل پژوهش‌های قبلی بیاد آزمون انجام بده. هدف مقاله رو اینجوری مشخص کردن، اینه که مفهوم بازاریابی کارآفرینانه رو بیاد شفافتر و دقیقتر بررسی بکنه و از اون حالت کلی و پراکنده‌ای که قبلا وجود داشته بیاد به یه چارچوب منسجم برسه. نویسنده ها میگن اگر بخوایم بازاریابی توی SME ها رو درست بفهمیم، باید بپذیریم که این بازاریابی فقط بازار محور نیست، بلکه همزمان هم مشتری محوره، هم کارآفرینانه است و هم باید نوآورانه باشه. و به همین علت ها هم هدف دوم مقاله اینه که یک مدل مفهومی جدید ارائه بده که این ابعاد رو کنار هم ببینه و اینکه مثلا قبلا اومدن اینها رو جدا از هم دیدن، این رو یه جورایی باطل بکنه. این مدل قراره که توضیح بده که بازاریابی توی کسب و کارهای کوچیک حاصل تعامل چند جهتگیری مختلفه، نه اینکه مثلا حاصل نتیجه یک رویکرد واحد باشه. حالا میرسیم به مهمترین خروجی این مقاله که در واقع ارائه یک مدله. نویسنده های این مقاله اومدن یک مدلی رو پیشنهاد کردن به نام EMO که مخفف این کلمات هستش: Entrepreneurial Marketing Orientation. و ایده اصلی این مدل هم خیلی ساده است، البته پیامش مهمه. نویسنده ها میگن که اگر بخوایم بازاریابی توی SME ها رو درست بفهمیم، نباید توی جهتگیری واحد بیایم دنبالش باشیم. در عوض باید بازاریابی رو به عنوان نتیجه یه ترکیب چند تا جهتگیری مختلف ببینیم که اینا همزمان کنار همدیگه عمل میکنن. مدل EMO دقیقاً همینو میخواد بگه. بازاریابی در کسب و کارهای کوچیک حاصل تعامل 4 جهتگیری اصلیه که هیچ کدوم به تنهایی اون حق مطلب رو ادا نمی کنن و کافی نیستن. نکته خیلی مهم اینه که این مدل این 4 بعد رو از هم جدا نمی بینه، برخلاف پژوهش هایی که حالا قبلا انجام شده بود. یعنی نمیگه مثلا اول بازاریابی بعد نوآوری یا مثلا برعکس. تأکیدش بیشتر روی اینه که SME ها این جهتگیری ها رو در هم تنیده و یک جا و یکی باید در نظر بگیرن و همزمان روی تصمیم های بازاریابی همه این 4 تا مورد با همدیگه اثر میذارن. حالا توی اسلاید های بعدی هر کدوم از این 4 جهتگیری رو میام به صورت جداگانه سعی میکنم به صورت ساده توضیح بدم که مشخص بشه هر کدوم دقیقاً چه نقشی دارن. اولین بعد از مدل EMO Market Orientation هست یا میشه به فارسی گفتش بازارگرایی. شاید این آشناترین بخش مدل باشه چون توی بازاریابی کلاسیک زیاد راجع به این موضوع صحبت شده. Market Orientation یعنی این که کسب و کار تا چه حد بازار خودشو یا رقباش رو و تغییرات محیطی رو رصد میکنه و نسبت به اونا واکنش نشون میده.
اما نکته مهم مقاله اینه که مارکت اورینتیشن توی SME ها با شرکت های بزرگ فرق داره. اینجا خبری از تحقیقات بازار رسمی یا چیزایی مثل گزارش های پیچیده وجود نداره. توی SME ها شناخت بازار معمولاً از راه‌های غیر رسمی به دست میاد. مثلا چی؟ مثلا ارتباط مستقیم با مشتری، صحبت با تأمین کننده ها یا پرووایدر ها، یا حتی شبکه های شخصی، شبکه های حرفه‌ای که اون مدیر کسب و کار داره. نویسنده های این مقاله اومدن تاکید کردن که شبکه ها و روابط بخش خیلی مهمی از مارکت اورینتیشن توی SME ها هستش. همین شبکه ها هستند که اطلاعات بازار رو خیلی سریع و عملی منتقل میکنن. پس مارکت اورینتیشن توی این مدل بیشتر یه رفتار فعال و عملیه تا اینکه مثلا یه فرایند رسمی و از پیش تعریف شده باشه. این بود رو میتونیم یه جورایی پایه مدل EMO در نظر بگیریم، ولی همونطور که میبینیم به تنهایی کافی نیستش و توی اسلاید بعدی میریم سراغ بود بعدی. بود دومی که مدل EMO بهش اشاره کرده یه بخشی هست به نام مشتریگرایی یا Customer Orientation. نویسنده‌های پژوهش این بخش رو خیلی جدی ارزیابی میکنن و خیلی روش تاکید کردن و اونا بر این باورن که حتی این بخش، یعنی بخش مشتریگرایی، توی SME ها خیلی وقتا از بازارگرایی نقشش پررنگتر و مهمتره. حالا دلیلشون چیه؟ میگن دلیلش واضحه. توی کسب و کارهای کوچیک یا متوسط اون فاصله ای که بین مشتری و تصمیم گیرنده وجود داره خیلی کمه. خیلی وقتها خود مدیر یا مالک مستقیما با مشتری ارتباط داره و اون بازخوردی که مشتری میده رو، حالا چه نسبت به محصول، چه نسبت به خدمات، نسبت به کلیات اون کسب و کار، اون بازخورد رو بدون واسطه میشنوه. به همین علت هم هستش که توی SME ها مشتری فقط هدف بازاریابی نیستش، بلکه یه منبع اطلاعاتیه، یه منبعی هست که میشه از اون یاد گرفت. حتی ایده های جدید رو ما میتونیم از مشتری ها دریافت بکنیم. مقاله میگه این ارتباط نزدیک باعث میشه SME ها خیلی سریعتر به نیاز مشتری واکنش نشون بدن، در صورتی که این روند و این فرایند توی شرکت های بزرگ خیلی کندتره و این انعطاف پذیری رو نداره. یکی دیگه از نکات مهمی که باید بهش اشاره بکنیم خلق ارزش برای مشتریه. مشتریگرایی توی این مدل فقط به معنی رضایت کوتاه مدت نیستش، بلکه یعنی باید اون نیاز مشتری رو خیلی عمیق‌تر درک بکنیم و برای ایجاد یه رابطه بلند مدت تلاش بیشتری بکنیم. نویسنده‌های پژوهش این باور رو دارن که همین رابطه نزدیک و بلند مدته که میتونه برای SME ها یه مزیت رقابتی ایجاد بکنه، مزیتی که شرکت‌های بزرگ به سختی میتونن اون رو تقلیدش بکنن. حالا توی اسلاید بعدی میریم سراغ بود دیگه که مستقیما به رفتار کارآفرینانه و اون تصمیم‌های جسورانه تر مربوط میشه. بود سومی که مدل EMO داره بخشی هستش به نام جهتگیری کارآفرینانه. این بخش بیش از همه بخش‌ها به رفتار خود کارآفرین یا اون مدیر SME مربوط میشه. نویسنده ها توی این مقاله اومدن گفتن که توی کسب و کارهای کوچیک بازاریابی بدون رفتاری که کارآفرینانه باشه عملاً معنی نداره. خیلی از تصمیم‌ها باید توی وضعیتی گرفته بشه که اطلاعات کاملی رو اون کارآفرین‌ها ندارن. این که ما دسترسی نداشته باشیم به اطلاعات کافی و اطلاعات کامل اصلا یکی از ویژگی‌های محیط‌های کارآفرینانه و استارتاپ ها هستش. یکی از عناصر اصلی این بود ریسک پذیریه، یعنی مورد اول.
یعنی مدیر کسب و کار حاضر میشه تصمیم هایی بگیره که نتیجهشون کاملا قطعی نیستش، اما اگر یکی از اینا جواب بده میتونه یه عالمه فرصت های بزرگ درست بکنه. عنصر دوم رو من اینجوری ترجمه کردم، یعنی پیش دستی بودن، پرواکتیو، به این معنی که SME فقط منتظر واکنش بازار نمیمونه. یه SME سعی میکنه که زودتر از بقیه حرکت بکنه، حتی خیلی از مواقع خودش بازار رو شکل میده، خودش بازار رو ایجاد میکنه. و عنصر سوم سرعت به بازاره. SME ها معمولاً به خاطر ساختار ساده تری که نسبت به شرکت ها دارن، منظورم سازمان ها و شرکت های بزرگ هستش، میتونن ایده هاشون رو خیلی سریعتر اجرا بکنن و این سرعت توی محیط های رقابتی یه مزیت مهمه. این مقاله تأکید میکنه که این ویژگی ها نه تنها به کارآفرینی بلکه مستقیما به بازاریابی SME ها هم شکل میده. توی اسلاید بعدی میریم سراغ آخرین بخش این مدل که راجبش حالا بیشتر صحبت میکنیم. آخرین بودی که مدل EMO شاملش میشه Innovation Orientation هستش یا نوآوری‌گرایی. نویسنده تاکید میکنن که نوآوری توی SME ها فقط به معنی تولید محصول جدید نیستش. توی این مقاله نوآوری بیشتر به عنوان یک ذهنیت معرفی شده، به عنوان یک رویکرد دائمی دیده شده. یعنی SME مدام دنبال اینه که کارها رو خیلی بهتر، ساده‌تر و حتی متفاوت‌تر انجام بده. این نوآوری و خلاقیت میتونه توی خود محصول هم باشه، میتونه توی خدمت باشه یا حتی توی روش ارتباط با مشتری یا CRM و اون شیوه بازاریابی باشه. نکته مهمی که توی SME ها وجود داره اینه که نوآوری باید با منابع محدود انجام بشه. به همین دلیله که بیشتر از این که هزینه محور باشه باید خلاقیت محور باشه. مقاله اشاره میکنه که توی SME ها معمولا نوآوری با شدت بیشتری با یادگیری توی عمل گره خورده. یعنی کسب و کار ایده‌ای رو امتحان میکنه، بعد باید از بازار و از مشتری بازخورد بگیره و اگر نیاز به اصلاح داشت خیلی سریع اصلاحش بکنه. نویسنده معتقدن این نوآوری باید مستمر باشه و اگر مستمر باشه کمک میکنه که SME ها خودشون رو بتونن بهتر با بازار وفق بدن و در عین حال ارزش بیشتری رو برای مشتری ها خلق میکنن. با این بود ما 4 جزء اصلی مدل EMO رو کامل توضیح دادیم و توی اسلاید بعدی یه نگاه کلی میندازیم به این که اصلا ارزش علمی این مدل چیه و چه محدودیت هایی داره. و برای جمع‌بندی اگه بخوام پیام اصلی مقاله رو خلاصه بکنم اینه که توی کسب و کارهای کوچیک و متوسط بازاریابی یک دپارتمان یا یک فرایند رسمی نیستش، بلکه یه رفتار کارآفرینانه روزمره هستش. مقاله نشون میده که بازاریابی توی SME ها حاصل تعامل همزمان 4 عنصره. همونطور که گفتیم یکی شناخت بازار بود، یکیش ارتباط نزدیک با مشتری بود، یکی رفتار کارآفرینانه بود و یکی هم خلاقیت و نوآوری مستمر بود. مدل EMO که توی این مقاله معرفی شده کمک میکنه که به جای اینکه یک نگاه تک‌بعدی داشته باشیم به بازاریابی توی SME ها، این واقعیت رو به صورت یک پارچه ببینیم. البته باید توجه داشته باشیم که این مدل یه چارچوب مفهومیه و یه مدل آزمون شده تجربی نیستش. حتی خود مقاله هم تاکید میکنه که EMO هنوز نیاز به بررسی داره و نیازه که توی صنایع و شرایط مختلف آزمایش بشه. به همین دلیل ارزش اصلی مقاله بیشتر توی ارائه یک چارچوب فکری منسجم برای باز کردن مسیر تحقیقات آینده است و نه اینکه اومده باشه یک دستورالعمل اجرایی قطعی رو ارائه کرده باشه.
در مجموع این مقاله اومده بازاریابی رو به واقعیت تصمیم گیری و عملی که توی SME ها وجود داره نزدیکتر کرده و یه دیدگاه جامع‌تری رو برای تحلیل بازاریابی توی این مدل از کسب و کارها ارائه داده. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و امیدوارم که موفق شده باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم. ممنون از شما.